سلام و صد سلام خدمت تمام همشهریان عزیز. خدا کنه جور و سلامت و سرحال باشین و هر جایی که هستین دور از گزنده روزگار. سعدیه جلال هستم در خدمت شما از چینل یوتیوب حریر میدیا. عزیزای بینده، امروز آمدیم مارکت میوه. ما رفتیم دمی کشتارخانه مرا گاو زد. هیچ تو قسم زد مرا دیگه. گاو تو زد؟ آه میکشتمش مرا و زبان گاو قاشم سرما او مرا زد. زبان گاو خطرناک داو گوشید یا نه؟ هاشتو گورم میشه بعد. کدام جای میدان نشد؟ نه. خوش نسلامت باش جان جون. هموطنان عزیز و ما آمدم امروی چه رقم زی تو رفتی دست در کمرم تو شورک می. ما نمیتونم استایلم از زیر استایل تا سر تاثیر بر زیر تاثیر چی میکنی؟ از این نه ما مدت کم وقت میشه که کسایی روبرو میشم که واقعا دل خودم مقدم میکنن و طرف قسم آدمایی که میبینم کلچیرانی میکنن و ندارن واقعا دل آدم درد میکنه. چرا این تو جان عزیز؟ پدر چی کار میکنه؟ بیکار؟ تنها تو در خانه کار میکنی؟ بیا خورک خانم گیره نکو بیا. سلام علیکم بیدر. سلام علیکم. خوب هستی سعد من؟ بخیر سلامت باشید. تو قار هستی؟ نیستم قار، نیستم. رقم قار مال نیستم قار. دست تا سر کچولو موندی. کچولو کجاست؟ خوب کچولو. این کچولی بامیان است. کچولی بامیان از چه وقت آمده برات؟ این کچولی بامیان دیگه مال آمدنه. امیال آمده روان است دیگه؟ مال آمده روان است. این کچولو پای داره؟ چی داره؟ کچولو پای داره. کچولی پایین داره. کچولی در موتر میایه. در موتر میاد. دوستای عزیز کنار پدرجان عزیزم به سال هستم که چند دقیقه طیبه می داشتم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ جورست خوب هستی شکر. چی گپ است؟ خیر. تو پشمورده این سال هستی. والا دیگه پشمورده جای پشمورده نیست کار نیست بار نیست کلاگی هم شرط پیسه و روزگار و زندگی را میکنه. تو بودم لبخند داری نفهم. والا چطور کنیم خود اگر جگرخونی هم کنیم نمیشه میشه. مدت چند سال است که اینجا برگشت بشیم؟ تقریبا یک 15 سال است. 15 سال میشه. در مدت 15 سال امسال اتو شدیم. یک سال شد که ما تو شدیم از وقتی که مراد اسلامی اومد. چطور فروشاتون بازارتون نمیشه یعنی؟ کم شده دیگه. چرا کم شد؟ دلیل چی؟ یکی خود جایا خورد شد یک ذره چوکی موکی را نمیمونه یک میز است یکی هم مردم نیست کار میکنه اگر صدر پر کار میکنه مورا میره خانه خود یک دو تا نان خشک میگیره خانه خود میخوره دیگه اینجا نمیخوره. گرچه باید شما مشتری خود داشته باشین چون روزمره مردم باید نان بخوره و میایه. مردم کار نمیکنه دیگه نان هم نمیخوره و از چی؟ پیسه هم نداره. پیسه که نباشه چی میکنه؟ یک معرفی که ببین های عزیز سعی دارن نام از یادم بیارم. نام حکمت الله است. حکمت الله. من خوش شدم پدر عزیزم که آمدم امروزتون صحبت کنم. و چطور است امروز فروختی صبح تا بعد؟ شکر از دیگه شکر است. چند سودا کردید تا بعد؟ والا دیگه حساب معلوم نیست دیگه 4000 2000 3000 میشه. کچولو خالتی چند شده امروز؟ کچولو خالتی 180 روپیه. 180. کچولو هم قیمت. کچولو. با شما پیش مارکت اون چطور قیمت داره؟ براتون قیمت مارکت چی نداره قیمت یک دفعه دیگه جو 20 روپیه دیگه قیمت داره. 20 روپیه. باز هم خوب است کم خواهید. شکر است. زنده باشی و کدام خاطری جور داری برگشت؟ والا کل زندگی ما خاطر است. کدام خاطره ایش است؟ یه خاطری خوش تا برگشت. والا خاطره خوش دیگه. نه سال دیگه. فرار کرده. خدا حافظ پیام هم نداری به هموطنان عزیز؟ پیام چی؟ کدام گفتنی بر نوجوانان وطن ما و کسایی که والا اینطور است که کسایی که خارج کسی که وطن خود جور نکنه هیچ از خارج کسی جور نمیکنه. و دومی دیگه که از امارات اسلامی میخوایم که کار بار غریبی به مردم میسر کنه که مردم جای نره. جوان هم میبینی اینجا میان نام میخوره پیسه نداره میگه میرم ایران گریان میکنه با 100 تایش نمیجا آمده. کسی را میبینی معتاد است کسی را میبینی یک چیز است کسی را میبینی یک چیز است. از امارات اسلامی خواهش من نیم که یک کار یک بار یک مکتب تحصیل و دیگه کسایی که بیچاره آمده چی کنن از اینمیست که یک لقمه نان اینمی که از خانه آمده که یک لقمه نان پیدا کنه یک 4 تا کچولو از یک جا میاره یک 20 روپیه سودا میکنه یک 2 تا نان خانه خود میبره. اون دختره کسایی که کراچی میکنه کراچیونی میکنه کراچی در دستش است. زنده و سلامت باشی. انشالله امارات اسلامی برادرای عزیزم پیامتان گرفته و میرن. خدا حافظ. خدا حافظ. دوستان عزیز من تو میرم طرف دختره که اینجا اساس کراچی میکنه. سلام خوراکم خوب هستی؟ سعدمن؟ چطور هستی؟ کراچی رو استاد گفت ما تو یک دقیقه کردیم بیایی طرف؟ آفرین. چطور هستی؟ جور است. خوب هستی سعدمن؟ نامک چی است؟ انیتای عزیز. چقدر وقت میشه کراچی رو میکنی؟
چرا؟ ها؟ چرا کچوری نمیکنی؟ نه کوکیریان از ببینم ما مدت کم وقت میشه که کسایی روبرو میشم که واقعا دل خودم مقدم میکنن و طرف قسم آدمایی که میبینم کلچرانی میکنن و ندارن واقعا دل آدم درد میکنه. چرا انت جان عزیز؟ پدر چی کار میکنه؟ بیکار؟ تنها تو در خانه کار میکنی؟ بیا خوراک خانم گیره نکو بیا بیا چه باش خوب؟ نامه که تنی تو از مکتب میری؟ و کسایی که از طریق یوتیوب چینل میبینن چی گفتنی داری؟ کدام پیام برشان نداری؟ خدا حافظ خوراک عزیزم. دایی من همی جستی؟ هزای بینده واقعا جای متاسف است و متاسف کننده هست که این قسم خوارک خانم که باید درس بخونه و مکتب بره در اینجا کروچی رو گرفته و کروچیرانی میکنه. کسایی که کمک میکنن به کسایی که نیازمند است سر سرک از کار میکنه دست این قسم بی‌بضاعت ها را بگیره و ما پول هستیم که به کسایی که نیازمند هستن انشالله اگر کمک یا همکاری دارین شماره ما روی اسکرین ظاهر میشه و شما کمک همکاری بر ما بفرستین ما هم چنان میتونیم به این کسا پول هستیم که برسونیم. برنامه ادامه داره با ما همراه باشین. سلام علیکم بیادر. و علیکم السلام. خوب هستی صحتمند جان جو؟ بخیر هستم. چی گپاست چی خبرها؟ خیر خدا. چطور است حال احواله؟ حال خوب است دیگه زندگی سال تو. سلام تو دمی هفته وقت رقم تو سالت. چه کنیم دیگه؟ از چند بجا میدی؟ از صبح 4 بجه. از صبح 4 بجه. چی فروختی تو بال چی را فروختی؟ یک سر بامیه و یک سر کدوگک فروختم خلاص. خب سیر چند است کدوگک بامیه؟ کدوگک سر 120 روپیه. 125. نام چی است و خدا یک معرفی کن. نام میلیاس است. دیگه در مارکت کار میکنم. دکان است. دکان هم داری؟ ولی دکان هم دارم. چقدر وقت میشه دکان داری و مفروشی؟ یک سال میشه. تو یک رقم زی توسی رفتی دست در کمر هم تو شورک نیست. ما نمیتونم استایل هم از استایلت است؟ و سر تاثیر بر زیر تاثیر چی میکنی؟ خب آفرین دینا باید خنده تکشیدم. خنده یا داری یا نه؟ خنده یاد دارم. خنده عادتم نیست زیاد کنم. چرا؟ ما چه خوشم نمیاد. یادت رفته؟ عزیزای بینده واقعا بسیار ترکیجات خوب هست و کدوگک کجا؟ کدوگک طرف سمت شمال سر کجا؟ سمت شمال بسیار کدوگک خوب است و رومیایتون بعض رومیای هست که خراب میشه. دلیل از چیز بیارن؟ این به خاطر این سیلاب و بارانا که آمد نه چیز چقدر مالا را خراب کرده. چیز تاثیر هم است. چیز تاثیر بدر به آخر روی وطنی که از آخرایش سال خراب میشه. زنده باشی و بسیار مرچای تازه هم است. همینجا که من یک تایشه بگیرم و بسیار مرچای کلان است. بیارای مرچ از کجا است؟ مرچ چارکار است. مرچ چارکار است. واقعا بسیار مرچ خوبش است و این مرچ چند روز میشه کردی؟ یا از مارکت گرفتی؟ صبحکی آورم. صبحکی کدام پیام خاص گفتنی به همشریان عزیز؟ کدام پیام خاص ندارم. کل هموطنان ما جور صحتمند تایید باشه. تو همچنان خدا حافظ. عزیزای بینده برنامه ادامه داره با ما همراه باشین. مرا همراهی کنین تنها نگذارین. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. خوب هستی صحتمند؟ بخیر سلامت باشی. تو قار هستی؟ نیستم قار. نیستم. یه رقم قار مال. نیستم قار. دست تا سر کچولو موندی. کچولو کجاست؟ خوب کچولوست. این کچولی بامیان است. کچولی بامیان است. چه وقت آمده برات؟ این کچولی بامیان دیگه مال آمدنه. امیال آمده روان است دیگه. مال آمده روان است. این کچولو پای داره. چی داره؟ کچولو پای داره. کچولی پایین داره. کچولی در موتر میاد اینجا. نه موتر میاد. خدا یک معرفی کو و بینده های عزیز. ما مجیدی موسی زاده هستم. از سالک. مدت چند سال دکان داری؟ 7 سال میشه. 7 سال میشه. چطور است فروشات کچولو بازارش؟ فروشات کچولی دیگه سابق بسیار خوب بود. حالا خوبه دیگه متأ کار صحیح نیست. قیمت شده یا ارزان شده چی شده؟ قیمت ها مختلف است. نه قیمت است نه ارزان. کچولو تا کچولوس بلندترین کچولو کدام کچولو؟ بلندترین کچولی بامیان است. بامیان کمی بامیان که به من نشان دادی.
خب واقعا بسیار کچولی خوب شد. کچولی پوست سرخ میگن. کچولی پاکستان از ارزان است و کچولی بامیان قیمت. خب کچولی پاکستان چه ارزانه؟ کچولی بامیان پاکستان شیرین است. شیرین است. خب خود پاکستان مال کچولیش هم شیرین است عزیزم. خب فرجان عزیزم زیاد تازه نمیتونم کنم خاطر جالب داری ببینده های عزیز بگو. خاطر جالب در کچولی چی خاطر جالب نداری؟ نه. نه کدام بوجی کچول سر خطا خورده باشه. نه دکان اند نیست که خطا بخوره چون زنده باشی. امروز شوخی کردم. پیام به هموطنان عزیز به نوجوانان که اینجا هستن دور بر. سلامت باشید. کدام پیام خاصی نداریم ما دیگه. کلشان پیام است عزیزای بینده اگه شما تصاویر ازشان داشته باشید. سلام علیکم. سلام علیکم سعادتمند. خوب هستی سعادتمند جان جون؟ چی گپ است؟ کجاستی که ترکات نشور است؟ این آمدم پیشتان. چی گپ است؟ ما دمی دیوار بودیم کجایی؟ دارزوی می بودی که یک روز از نزدیک ببینی. نزدیک ترین. حالا میشه دون بینی مرا میدان نکنی گوش. ما پیشتان آمدیم. چطور رسیده فروختی یا نه؟ های فروختیم به کی فروختی؟ اینه به میجوان. چند فروختی؟ دوست؟ نه دانه 150 رو با. 150 خدا یک معرفی کو به بینده های عزیز. سلام علیکم بدر خوب هستی بخیر جان و جور. عاشق با بیادر نگفتی به می همشریان عزیز گفتم. نام چی است؟ نام آسیبلا. آسیبلا عزیز مرا در کجا دیده بودی و آرزو داشتی که مرا ببینی؟ مرا تو رو در این محل دیده بودم. در این محل؟ چرا؟ این پیشتر دیدم تا. اوه پیشتر دیده از ببینه برای این طرف هم میای بخیر. 100% پیشتر میایم. چرا نه؟ مدت چند سال است قصابی داری؟ مدت 20 سال. 20 سال میشه. چطور باز که گوشت اساسیت نداری یا داری؟ چرا اساسات گوشت کردم اساسات داره. گوشت کرد تو اساسیت از دست که میخوری. از دست که میخورم. کدام گوشت شیرین است؟ گوشت گاو یا گوشت گوساله یا گوشت گوسفند؟ گوشت گوسفند. چرا شیرین است؟ خب شیرین است دیگه بچی خاطر که مال جنت است. مال جنت است. طبعا برادر عزیزم و باش که میگه که این تلفن کاغور نشون. خب این کیجه هستی چی از پاچه هستی؟ اشکمبه است. اشکمبه است؟ اشکمبه چی است؟ اشکمبه گوساله. چرا تو سر یک رقم خورد قصه داری فقط؟ آره نیستم همون سیستم است. همون تو سیستم تو خنده که من پیش اومدم اگه نه. خب باش چی بریم برای چای میوه؟ زنده و سلامت باشی. خاطره جالب داری از این قصابی؟ خاطره جالب زیاد دارم. خب بدر کدامش قصه کنم برای؟ یک تاشون خاص باشه قصه کن. خاص باشه؟ ما رفتیم دمی کشتارخانه مرا گاو زدن. چه قسم؟ زد مرا دیگه. گاو تو زد؟ میکشتیمش مرا. والا زبان گاو خطرناک بود. او مرا زد. زبان گاو خطرناک بود. گاو شدی یا نه؟ چطور گورم میشه برای؟ کدام جای میدان نشد؟ نه. خوشون سلامت باشی جان جون. هموطنان عزیز و ما آمدم امروی قصاب برادرم چند رقم مصاحبه داشتم. خواستم گفتم حال احوالش بگیرم و برادر عزیزم پیام خاص به هموطنان عزیز. پیام خاصم به هموطنان همیست که یک صلح و صمیمیت باشه، کار باشه، دیگه آرامی باشه. جان جون. جان و کلگی جور باشه. ان شاء الله. بخیر باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. بینده های عزیز برنامه ادامه داره با ما همراه باشین و ما را تنها نگذارین. کلا رسای کنید چک. دوستان عزیز کنار برادر هستم که خواست امروز چند رقم مصاحبه داشته باشه. سلام علیکم برادر. سلام به شما، سلام به همکار شما. سلامت باشید. زنده و سلامت باشید. یک معرفی خود کو؟ شاروکای نجراب هستم. باشنده شهر کابل. میگم فعلا آمدیم مارکت میوه بگیرم. میوه قیمت بود. میوه آمدید قیمت. میوه فروشی داریم شهر کوتل خیرخانه. میوه قیمت بود دیگه. شکر که دیدم شکر کرد روبری شدم و خواست کردم مصاحبه کنم. ما هم خواستم که چند دقیقه پیام‌هاش بگیرم. چطور هستی؟ حال احوال چطوره؟ شکر است. از چند بجه برآمدی آمدی؟ اینجا یک دو ساعت میشه اومدم دیگه چیزی پیدا نکردیم ارزانی. کلش قیمتی بود. کلی چیز قیمت شده از بینده. ان شاء الله کدام روز ببینی که دیگه کس چیز خریدن نکنه. یک دو ماه میشه از ایران اومدیم. یه کاروبار نبود دیگه میفروشی و فعلا ان شاء الله ارزانی میشه. ما منتظر همین روز هستیم که کل چیز ارزان شه و به سابق برگرده. بله دیگه ما پیام خاصت به جوانان وطن. برای جوانان همین هست که کار کنن، جوی نرن. همین وطن برای همین جوانان ضرورت داره. هر جو بری فامیل وطن خود نمیشه. خود ما با دست به دست هم نتیم و یکی دیگر نپذیریم این وطن جور نمیشه. این وطنی که ما بگویم ما برم او بره بالاخره این وطن این رقم میمونه، عقب میمونه. باید دست به دست هم بدیم، مبارزه کنیم با زندگی، با این شرایط. بالاخره شاید موفق باشیم.
اما ای که یک تعداد میمونه و میره هر طرف و میگه که ما برم آمریکا برم یا ایران برم یا ترکیه برم، این دیگه ناکامی ماست. امید که جوانان وطن پند گرفته باشه و نصیحتش شنیده باشه. خدا حافظ. جوانان همین است که احترام یکی دیگر را داشته باشیم، در هر جایی باشیم به یکی دیگر احترام بذاریم و یکی دیگر را بپذیریم و کنار هم زندگی کنیم. و کسایی که ندارن یک کمکی از دست ما میاد باید کمک کنیم، دست یکی دیگر را بگیریم. خدا حافظ. سلامت باشید. خوشحال شدیم از مصاحبه شما. زنده باشید. کامل تا اینجا. دیگه مهمان ما میباشیم. نه سلامت باشی. خدا حافظ. اعزای بیننده ای بود گزارش امروز ما از مارکت میوه فروشی که تقدیم شما کردم. امید که خوشتان آمده باشه و چند دقیقه هم لبخند برایتان آورده باشم و از مارکت میوه بر شما معلومات داده باشم. تا دیدار بعد به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. تا لایک و سابسکرایب یادتان نره. نظریات نیکتان رو با ما شریک سازید.